چطورید؟ خیلی دلم براتون تنگ شده بود. ببخشید یه چند وقتی بود ویدیو نذاشته بودم. یه اوضاع یه چیز موقعیتی پیش اومد، من نتونستم برای شما ویدیو بگیرم. دوستان بعضیا اومده بودید گفته بودید برای مثلا گوشی اندرویدی، من برای اندروید تست کردم، برای سامسونگ هم احتمالاً بشه. دوستان مثلا من میخوام اولین فیلم آموزشیه که من دارم میذارم که چطوری میتونید چیت بزنید داخل بازی ها. شما اول میایید هپی مود رو سرچ میکنید، به انگلیسی یا فارسی بنویسید بهتره. بعد روی اولین گزینه کلیک میکنید، رفتید که داخل، میایید پایین اینجا میخواید اینو بزنید، بعد میبرتون پایین، راحت تر انجام میده. بعد میایید اینو میزنید، بعد مثلا دانلود هپی میشه، چون من الان نصبش کردم دارمش. اینجا میریم داخلش، مثلا فیلمشو بذارم و اینو بگم آره میشه برید انجام بدید اینا. دوستان نه، روبلاکس باید برنامه نصب کنید اونو. حالا من نمیدونم، اگه میدونستم بهتون میگفتم باید نصب کنید که روبلاکس بیاد. من مثل بقیه نیستم مثلا بگم نگم یا مثلا اشتباهاتون رو بگم، ولی من خودم ماینکرافتشو داشتم صندلی مثلا کار میکنم. اونایی که اینجوری دارن اینجاشون نصب میشن، یعنی مدن نصب میشن، ولی اونایی که مثل پایینشون اینجوری هم نصب میشن ولی پایینشون مثل مال روبلاکس نصب نمیشن. بعد بله همین مثلا نگاه کنید اینجا کلی بازی داره، بازی ها مود هم نداره. میتونید مثلا بازیه که برای پی سی و اینجور چیزه بعضی ها البته مثلا نصب کنید و مثلا یکی چیزی